چپ حرکت به سمت دروازه ذوباهن. میلاد محمدی کوتاه با خود اورونوف پاس در عرض میده پشت محوطه جریمه عمری، موقعیت شوت زنی، یک گل قشنگ و دیدنی از محمد عمری. دروازه ذوباهن باز میشه، نتیجه 1-0 به نفع پرسپولیس. ورزشگاهی که به هوا میره. مغلوب کرد نوشی سوفیانی رو محمد عمری و موفق شد که دروازه ذوباهن رو باز بکنه. هوادارانی که سر از پا نمیشناسن. حرکت خوب میلاد محمدی و اورونوف و در نهایت پاس برای عمری. فضایی که براش مهیا شده به شدت لذت برد از فضای پیش روش و ضربه دقیق و بی‌نقصش. توپی که رفت و وارد دروازه ذوباهن شد توسط این چهره محمد عمری. با هم مرور میکنیم صحنه آهسته رو. یادس دقیق و بی‌نقص رو به توپ داد محمد عمری و به این شکلی که میبینیم دور از دستان نوشی سوفیانی توپ رو به تور دروازه ذوباهن سنجاق کرد. 1-0 به نفع پرسپولیس تهران.